سلام بچه‌ها، سویده هستم، معلم زبان انگلیسی و خیلی خوش اومدید به کانال من. قراره که توی این کانال کلی مطالب آموزشی خوب و مفید در مورد زبان انگلیسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر وقت ویدیوی جدیدی آپلود شد بهتون اطلاع بده. خب بریم سراغ درس امروز. امروز قراره که با هم دیگه یک متنی رو بخونیم و یک سری سوالا رو پاسخ بدیم. من چند وقت پیش یک ویدیو در مورد دو روش خوندن متن یا متون زبان انگلیسی که دو روش اسکنینگ و اسکیمینگ بود رو یاد دادم. قراره که توی این جلسه با استفاده از اون دو روش این متن رو با هم دیگه بررسی بکنیم و در انتها چند تا سوالی که مربوط به متن هستش رو با هم دیگه جواب بدیم و روش زدن. حالا اینجا چون قراره که با هم دیگه سوالاتی که چند گزینه‌ای هستن یا مالتیپل کوئسشن بهش میگن، یعنی چند تا گزینه داره، با هم دیگه حل بکنیم. بریم ادامه ویدیو. خب بریم سراغ درس امروز. همونجوری که بهتون گفتم اینجا یه متنی گذاشتم، قراره که با توجه به دو روش اسکنینگ و اسکیمینگ این رو بخونیم و در انتها جواب این سوال ها رو بدیم. خب ازتون میخوام چون این متن یه کمی زیاده بین 3 تا 5 دقیقه برای خودتون تایم بذارید. اول از همه این ویدیو رو پاس کنید، برید این متن رو بخونید. درست شد؟ بین 3 تا 5 دقیقه که متوجه بشید اصلا این متن داره در مورد چی صحبت میکنه. حتی شما با توجه به تصاویرم میتونید یه حدسایی بزنید که این متن در مورد چیه. خب من به شما این فرصت رو میدم که شما ویدیو رو پاس کنید، برید 3 تا 5 دقیقه بخونید و بعد متوجه بشید که اصلا متن در مورد چی هستش. خب ما متن خوندیم، متوجه شدیم که متن در مورد یک سری آدم هستش که حالا جایی گیر کردن. توی عکس هم حتی متوجه میشید که حالا نجات پیدا کردن و چه اتفاقهایی افتاده، اصلا کجا گیر کردن، چه اتفاقهایی افتاده. خب پس ما تا اینجا کلیت متن متوجه شدیم. حالا اینجا چند تا پاراگراف داره که ما میخوایم هر پاراگراف رو جدا جدا اسکیمینگ کنیم، یعنی جدا جدا بخونیم و اصلا متوجه بشیم این متن داره چه چیزی، یعنی با جزئیات میخوایم بررسی کنیم. از کجا پاراگراف ها رو فهمیدم؟ خودش اینجا یه علامت زده. ببینید اینجا نمبر 1 2 3 4 and 5 These are paragraphs. همه اینا پاراگرافن. پاراگراف یعنی یک بند، تو فارسی ما میگفتیم که یک سری جملات در کنار هم قرار میگیرن بین 3 تا 4 خط، اون میشه یه پاراگراف و هر پاراگراف خودش یک موضوعی رو داره به ما میگه. یعنی اینجا اگر 5 تا پاراگراف هست، درست کلیت موضوع در مورد نجات دادنه، اما هر پاراگراف داره به ما توضیح میده. خب خود یه تایتلی هم داره. حالا تایتل یعنی عنوانی داره که من اینجا خط میکشم. Alive to tell their tale. Alive to tell their tale. زنده تا بگه داستانشو، یعنی زنده مونده تا بگه داستانشو. حالا اینجا یه عددی هستش، من اینجا نمبر 1. وقتی این عدد رو توی متن میزنن بچه ها، شما این پایین توضیحات رو به شما داده. نمبر 1 A tale is a story. A tale is a story. tale منظورش داستانه. یه هم معنیش یا سینونیمش میشه داستان. پس اگر این اعدادی مثل 1 2 هستش، پایین متن توضیحاتی در مورد اون کلمه به ما داده. خب بریم پارت اول، بریم پاراگراف اول. On August 5, 2010, an accident trapped 33 men 700 meters underground. The men worked for a copper and gold mine near Copapio, Chile,
At first, no one knew if the miners had lived through the accident. خب ببینید تاریخ داره میزنه. اول از همه این که اصلا 2010 یعنی 2010، پس این مال گذشته است. پس تمام افعالی که توی اینجا هستش گذشته است. میتونه گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل، همه اینها باشه. خب یه سری از کلمات رو بچه برای ما چیکار کرده؟ حالت بولدش کرده. درست شو؟ اینها میخوایم ببینیم معانیشون چیه. خب ببینید من جمله به جمله میرم. On August 5, 2010, an accident trapped 33 men 700 meters underground. خب اکسیدنت رو که اکثرا میدونن یعنی یه تصادفی بوده. خب عددش هم 33 تا آقا 700 متر. چه اتفاقی افتاده؟ trapped شدن. trapped اصلا خود از توی معنی باید بفهمی. حالا بریم ادامهش ببینیم اصلا این trapped یعنی چی. The men worked for a copper and gold mine. gold خب طلا، copper مس. اینها رفته بودن برای معدن طلا و مس. خب پس اینجا چه اتفاق میفته؟ توی معدن وقتی میری چه اتفاق میفته که زیر زمینم هست؟ یه اکسیدنت هم که گفتم تصادف. پس میشه چی؟ trapped گیر افتادن. از توی معنی میبینیم متن متوجه شدم. trapped یعنی گیر افتادن. At first no one knew if the miners had lived through the accident. اولش هیچکی نمیدونست که آیا این ماینرها یا این معدنچیا اصلا زنده موندن به خاطر اون تصادف، اصلا زنده موندن. خب ببین اینجا خودش باز ماینر میشه معدن. کسی که توی معدن کار میکنه رو بهش میگن چی؟ ماینر. میبینید چقدر یعنی شما یک جمله رو میخونید چقدر اصطلاح، چقدر چیزایی که به هم ربط دارن رو پیدا میکنید. یا had lived، بچه هایی که لولشون بالا باشه میدونن این past perfect یعنی گذشته کامل. زنده بودند مال گذشته هستش که بعداً درس میدم مثلا که اصلا این ساختار رو کی استفاده میکنم. خب این از پاراگراف اول توضیح داده که اینها انقدر موندن. حالا بریم تو پاراگراف دوم ببینیم چه توضیحی میده. Then on the morning of August 22, rescue workers made a hole deep enough to reach the miners. The men wrote notes and sent them up. The miners had survived by eating only small bits of food at a time and drinking a little milk once a day. The mine kept some food and drinks underground in case of an emergency. They had used their tools to dig for water. They had used the batteries from machines to keep some lights on. خب ببین اول تاریخش چند بود؟ آگست 5. حالا تو آگست 22 ببین یه چند روز گذشته دوباره داره یه اتفاقایی توضیح میده. Rescue workers این اصلا یعنی چی؟ ببین rescue workers یک سابجکت، یک فاعل هستش که از یک ترکیب صفت و اسمه، یعنی ترکیب ادجکتیو و نام. پس اینجا این rescue الان چیه؟ ادجکتیو، صفته. workers خودش داره میگه مگه work نمیشه کار کردن؟ worker میشه کارگران، درسته؟ پس این نه. حالا کارگران چی؟ خب ما توی تصویر داریم میبینیم، ما به اینا چی میگیم؟ به اینا میگیم آتش نشان. حالا یا اشخاص چی؟ نجات دهنده. پس میشه rescue workers، میشه کسایی که کارگرانی که یا کارمندای نجات دهنده. خب میگه که اونها a hole deep enough to reach the mine، یه دونه دیپ یه سوراخ حالا عمیقی ایجاد کردن که بتونن به ماینرها دست پیدا بکنن.
The men wrote notes and sent them up. Sent them up. خودتون میدین دیگه up یعنی به سمت بالا، یعنی براشون یه چیزای نوتای نشن به سمت بالا فرستادن. باز اینجا ساختار past perfect. The miners had survived. خب اینها میگه خب ببین از آگست 5 تا آگست 22 میشه تقریبا 17 روز. خب اینها by eating only a small bits of food، با خوردن یه ذره غذا and drinking a little milk once a day، و با نوشیدن یه مقدار میلک یک بار در روز. once a day به معنای یک بار در روزه. خب ببینید یه ذره غذا میخوردن، یه ذره شیر میخوردن، چه اتفاقی افتاده از آگست 5 تا آگست 22؟ خب آدم چه اتفاقی براش زنده میمونه، نجات پیدا میکنه. پس survive یعنی زنده ماندن. میگه ماینرها یا اون معدنچیا زنده مانده بودند با توجه به این اتفاقا. پس ببین من از روی کلیت جمله متوجه میشم که اصلا معنی survive یعنی چی. حالا the mine kept some food and drinks underground in case of an emergency. emergency هم که میدونی یعنی تو حالت اضطرار. میگه اینا رو غذاها رو یه جوری نگه داشته بودن که حالت چی باشه؟ emergency باشه. they had used با دوباره past perfect their tools to dig for water. خب use یعنی استفاده کردن. حالا از چی استفاده میکردن؟ to dig for water. خب water که میدونی یعنی آب. از یه سری چیزا استفاده میکردن تا آب و استخراج بکنن یا آب و دیگ بکنن، بکنن. از چی؟ ببین من دارم اینجا حالا بعدش دوباره میاد توضیح میده. excuse me. بعدش دوباره میاد توضیح میده اصلا معنی tools یعنی چی. مثلا they had used the batteries from machine to keep some lights on. از باتری استفاده میکنن، باتری های حالا اون قسمتی که ماشینی داشتن تا یه نور ایجاد کنن. پس اینجا tools چی میشه؟ ببین باتری یه وسیله بیلی دارن میخوان اون، پس اینجا tools میشه چی؟ ابزار، وسیله. میبینید پس من از معنی کلیت جمله متوجه میشم. من معنیشو مثلا نمیدونم. اگر معنی رو نمیدونید بچه ها میتونید توی دیکشنری سرچ بکنید. بهتونم گفتم بعد ببینید که نقشش چیه. الان ببین مثلا نقش trapped که اما اولی accident فاعلمونه. پس من بعد فاعل چی نیاز دارم؟ فعل دارم، یا اونجا توضیح داره، یا مثلا the miners had survived دوباره فعله، یا اینجا tools چیه؟ ببین میگه اونها استفاده کرده بودند their tools. اصلا بعد از این کلمه که their مالکیت هست ما اصولا چی میاریم؟ noun میاریم، اسم میاریم. از ابزارشون استفاده کرده بودن. پس ببینید من هم دارم میخونم، هم از کلیت جمله دارم معنی و متوجه میشم معنی کلمه رو، و هم که بفهمم نقششون چیه اصلا توی جمله. پس پاراگراف دوم علت این که چجوری سالم موندن به ما گفته. ببینید هر پاراگراف خودش داره یه سری اطلاعات رو به ما میده. Once the miners were found, the rescue workers passed them food, water, books, and letters from their families. Even though the miners had been found, the rescuers had to work hard to get them out. The rescuers needed a powerful drill to dig deep into the ground. It took 52 more days to save the men. خب باز اینجا داره یه سری اطلاعات به ما میده. میگه وقتی که once the miner were found، بچه‌هایی که سطحشون بالا باشه میدونن که این were found یک ساختار پسیو هستش، یعنی برای ما فاعل مشابه. ببینید ما اومدیم اون یعنی منظورم یک شخصی اومده این معدنچیا رو پیدا کرده.
پس فاعل برای ما نامشخصه. معدنچیا پیدا شدند. The rescue workers passed them food, water, books, letters. بهشون غذا، آب، همه اینا میدادن. Even though اینجا این چیه؟ یه کانجاکشنه، یه حرف ربطی هست که داره به ما تضادو میده. یعنی دو تا جمله رو، دو تا کلاز رو وقتی میخواید به هم وصل کنید با یک سری حروف ارتباطی، هر کدوم از این حروف ارتباطی یا یک ساختاری دارن. ممکنه دو تا هم حالا جمله رو هم معنی رو به هم وصل کنن، دو تا حالا علت رو بهش بگه، نتیجه رو بگه. اینجا داره تضاد بین جملات. اینجا چی داره میگه؟ Even though the miners had been found. باز خود این had been found جزء چی هستش؟ جزء پسیف ها هستش. درست شد؟ میگه Even though the miners had been found, the rescuers had to work hard. اگرچه معدنچیا پیدا شدن. خب این جمله ببین چقدر معنی مثبتی به ما میگه. میگه اگرچه اینا بر ما پیدا شدن، اما توی حالت تضادش رسکیور ها یا همون نجات دهنده ها باید کار کنن تا اونا رو از معدن بیرون بیارن. پس اینجا یه حالت چی رو داره میده؟ انرژی منفی یا حالا بعد منفی رو داره به ما میده. پس اون ور یه بعد مثبت هست و این ور یه بعد منفی. چون دو جمله تضاد دارن، یعنی یکی مثبت یکی منفی، با چی ارتباط دادیم؟ با even though. درست شد؟ بعد خود اینم ببین even though the miners had been found. خب اگرچه ماینر ها پیدا شدن، خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد یه ادامه‌ای هم داشته باشه. حالا the rescuers needed a powerful drill. خب دریل که خودمون همون به فارسی هم میگیم درل، به یک درل قدرتمند نیاز دارن to dig deep into the ground. دیگ اون بالا یاد گرفتیم یعنی کندن. It took 52 more days to save the men. کلن یه ساختاری هستش که استفاده میشه it plus حالا take تو حالت گذشته plus time plus to plus verb. این ساختار کلن همیشه هستش به معنی که بخوای بگی چه مدت زمانی طول میکشه. میگه که 52 روز طول کشید تا اونها رو نجات بدن. یا مثلا من از اینجا میخوام برم سر کارم، 1 ساعت طول میکشه تا من برسم به سر کارم. اینو میتونید اینجوری بگید. مثلا میگی it takes 1 hour to get to work. این ساختاری هست که گفتم اینجا بگم این نکته‌شا به این معنی هستش. خب پس ما الان پاراگراف 3 هم خوندیم که چرا اینها انقدر اون زیر موندن و نتونستن نتونستن به راحتی نجاتشون بدن. ببین هر پاراگراف ما داریم میخونیم یه سری اطلاعات رو به ما داره میده. حالا پاراگراف 4 یا پاراگراف 4. On the night of October 12, the workers were able to save the men. One by one, the miners were brought up in a special built elevator. They were weak, so the workers were very careful. Family members, friends, and people around the world cheered and celebrated. Church bells rang throughout Chile. خب On the night of October 12. خب ببین الان زمان رو به ما داده. ببین ما این بالا از 5 آگست حالا الان شده چند؟ 12 اکتبر، یعنی نزدیک 52 روز. چیکار کردن؟ اومدن کارگرا رو نجاتشون دادن. Were able to. بچه این were able to میگم بچه‌هایی که سطحشون بالاتر باشه قشنگ متوجه میشن. حالا بچه‌هایی که یکمی سطحشون پایین‌تره من توضیح بدم. توی زمان برای اینکه بتونید یه کاری رو انجام بدید، تو زمان حال از چی استفاده میکنید؟ از کن. و تو زمان گذشته از چی استفاده میکنید؟ could. کارهایی که میتونید
میتونستید انجام بدید. یه ساختار دیگه ای که میتونید به معنای توانستن باشه be able to، که این be جاش میتونید اما ایزا آر یا واز و ور بذارید، اما چون تو حالت گذشته هست ما باید یا واز بذاریم یا ور. حالا workers تونستند اونها رو نجات بدن، چون workers جمعه میشه were able to save. were able to save. این یه ساختاریست برای توانستن تو حالت گذشته. One by one the miners were brought up. باز دوباره اینجا چیه؟ ساختار پسیوه. ببینید من یکی رو میکشم، من دارم یکی رو میکشم بالا. brought up یعنی آوردن بالا، من دارم یکی رو میره، ولی اینجا داره میگه آقا این آقایون دارن میان به سمت بالا. خب وقتی من این کار رو انجام میدم فاعل مشخصه، ولی اینجا فاعل مشخص نیست. میگه اونها داشتن بالا می اومدن با یه چیزی اسپشیال، یه چیز خاص، elevator. خب حالا اینجا خواهیم ببینیم اصلا elevator یعنی چی. خب شما میخواید من میخوام یه مثال بزنم. شما مثلا یه ساختمون 10 طبقه است. خب سخت بالا پایین رفتن با پلا، از چی استفاده میکنیم؟ آسانسور. پس elevator آسانسور یا بالابر. اینجا معنی بالابرم میده. they were weak. weak به معنی ضعیف بودنه. من مثلا وقتی دارم اینا رو به زبان آموزام درس میدم، الان یادم افتاد، مثلا مثل weak که به معنی ضعیفه، میام به بچه ها میگم خب الان اگه weak ضعیفه اپوزیتش میشه چی؟ یعنی مخالفش میشه چی؟ strong. سعی میکنم توی متن علاوه بر این که متن رو داریم میخونیم دونه دونه تحلیل میکنیم که چه ساختاری استفاده شده، چه کلمه ای هستش و همه اینها، حتی هم معنی و تضادم بگیم که خیلی کمک میکنه به ما. ویک وقتی ضعیفه میتونیم تضادش هم بگیم strong یعنی قوی. So the workers were very careful. پس چون اونا خیلی ضعیف شده بودن پس باشون خیلی با احتیاط رفتار میکردن. family members, people, friends همه cheer کردن، همه خوشحال شدن. and celebrated. دیگه celebration که دیگه excuse me celebration هم که اکثرا میدونن بچه ها، جشن گرفتن، چون تو حالت گذشته هست و ایدیگه جشن گرفتن. church bells rang. church bells. شما وقتی میخواید وارد یه خونه بشید یه سری از دکمه هایی هست که زنگ خونه ها رو میزنه. پس بل میشه اینجا چی؟ زنگ کلیسا هم همینجوری هی زده میشد در طی این، حالا توی شیلی، تو اون کشور. بریم پاراگراف آخر. In all the miners spent 69 terrifying days underground. We had a strength. We wanted to fight for our families, and that was the greatest thing, said Luis Urza, the supervisor. He was the last miner to be saved. خب terrifying. بریم اینجا بچه ها. terrify به معنای ترسیدنه. خب درست شد. حالا ما میتونیم اینو چیکار کنیم؟ 2 مدل صفت بذاریم. اگر آدم یعنی من شخص بترسم این میشه terrified. درست شد؟ بهش ایدی اضافه میکنیم. ولی اگر یه اتفاق یعنی اون یه چیز ترسناکی برای ما باشه، یعنی از سمت من میترسم اون چیز ترسناک باشه، بهش چی اضافه میکنیم؟ ing terrifying. این 2 مدل صفت هستش. میگه روزهای ترسناکی. ببین اون روزه برای من روزهای ترسناکی بود. 69 روز زیر زمین، واقعا روز ترسناکی بود. We had a strength. این چقدر قشنگه. ببین وقتی شما strong رو یاد گرفته باشی راحت میتونید ببین چقدر کلمات به هم ربط دارن. strong مگه ادجکتیو نیست. ببین ما هر
چیزی رو میتونیم ببین. الان terrify فعل بود، من اومدم به صفت تبدیلش کردم. strong noun اسم، میخوام به strong ببخشید adjective من میخوام به اسم تبدیلش کنم، میشه strength قوی. حالا اسمش میشه چی؟ قدرت. ما قدرت داشتیم، ما میخواستیم بجنگیم برای خانوادهمون. and he was the greatest thing که اینم بچه ها اکثرا میدونن superlative adjective صفت برترین. این بزرگترین چیزی بود که ما داشتیم. یا the last minor، باز اینم superlative adjective آخرین معدنچی. حالا اینجا باز یه عدد نمبر 2 داریم. خب من معنی سوپروایزر رو نمیدونم. اینجا سوپروایزر یعنی is a manager or group leader who makes sure workers are working correctly. سوپروایزر یعنی شخصی که حالا رهبره، حالا مدیریه که ببینه کارگرا اون کار رو درست انجام میدن یا نه. یه توضیح سوپروایزر که ما تو فارسی هم میگیم سوپروایزر. He was the last miner to be saved. آخرین شخصی بود که نجات پیدا کرده بود. اینم از کل این متن. درست شد؟ ببینید من متن رو اول اسکن کردم ببینم اصلا در مورد چی هست، بعد اسکیم کردیم، دونه دونه پاراگراف ها رو خوندیم، دونه دونه معنی ها رو در آوردیم، چه ساختاری هست میگم همه اینها رو کامل انجام دادیم. حالا یک سری سوال هست. اینجا این سوال ها هستش. درست شد؟ که بهش میگم multiple question، سوالات چند گزینه‌ای. من برای اینکه سوالات چند گزینه‌ای رو پیدا بکنم یه روش داره. اول از همه سوالات رو با هم نمیخونی، دونه دونه سوالا رو میخونی. یعنی اول سوال 1 رو میخونی، میری بالا پیدا میکنی جواب، بعد میای سوال 2، بعد میای سوال 3. و اینکه سوالات به ترتیب هستش. یعنی اگر سوال 1 مثلا تو پاراگراف 1، سوال 2 میاد تو پاراگراف 3، نمیاد مثلا سوال 1 تو پاراگراف 5 باشه، سوال 2 تو پاراگراف 1 باشه. پس سوال ها به ترتیب توی متن هستش. حالا من چجوری اصلا این سوالا رو پیدا بکنم؟ برای من خب کمی سخت میشه اولش. به بچه ها و به زبان آموزان میگم اول از همه زیر کلماتی که کلیدین و فکر میکنید مهم هستن با خط بکشید. اینجا مثلا where، اول مکانش. Where were the men trapped? Where were the men trapped؟ پس ببین اول من where برای من مهمه، کجا. trapped گیر افتادن. پس من ببینم کجا گیر افتادن. خب ما متن خوندیم دیگه کامل، توی پارت اولش هم خوندیم. مثلا trapped رو مثلا میتونی اینجا پیدا بکنی. درست شد؟ حالا باید ببینیم مکانش کجا بوده. خودش هم داره میگه underground mine، همه اینها داره توضیحاتی در موردش میده. حالا بریم 3 تا گزینه‌اش رو ببینیم. in an elevator، in a mine، in their office. ببینید من با راحت با یه کلمه کلیدی مثل trapped تونستم جوابو در بیارم. in a mine. حالا بریم سوال دوم. which of these does not the passage not say the men did to survive؟ خب میای اول کلمات کلیدیشو پیدا میکنی. این نات مهمه، excuse me، این نات مهمه. درست شد؟ و survive. خب من باید ببینم چه چیزی نیست. وقتی ناته یعنی یه چیزی نیستش. و کلمه survive رو پیدا کنم. میای بالا متن رو شروع میکنی خوندن. به پاراگراف اول دیگه تموم شد، میریم تو پاراگراف دوم. دند فلان هیچ بعد survive رو پیدا میکنی. ببین من کلمه کلیدی رو توی سوال پیدا کردم، میام توی متنم پیدا میکنم. خب گفته چه چیزی survive یعنی باعث شده اینا نجات پیدا نکنن. چه چیزی تو متن اشاره کرد که اینا نجات پیدا بکنن. پس من ببین فودو به ما گفته، میلکو به ما گفته، اینا رو به ما اشاره کرده. حالا ما ببینیم پایین اینا چی میگه. dug for water، drank milk، made a water. خب ببین مگه اینجا نگفت dig for water؟ dig میشه کندن، گذشتهش میشه dug. dug for water،
drank milk made a fire. خب ببین اولی که اشاره کرده، دومی هم که اشاره کرده، چی اشاره نکرده؟ سومی. اصلا در مورد آتیش صحبت کرده بود؟ نه. ببین چقدر قشنگ سری در میاریم. بریم سوال 3. How were the men brought out of the mine؟ میریم اول کلمات چی پیدا میکنیم کلیدی. How یعنی چی؟ چطور. brought out of the mine. brought out چطور اونا اومدن بیرون. خب پس اینجا ما بریم brought out رو پیدا بکنیم. خب پاراگراف سوم میخونیم، میبینی هیچ چیزی در مورد brought out اصلا پیدا نمی کنیم. میای تو پاراگراف سوم اینجا پیدا میکنی brought رو پیدا brought up. خب بیرون آوردن. میبینی؟ پس من اینجا پیدا کردم کلمه کلیدیو. حالا چطور؟ خب چطور چجوری؟ یا با پله آوردن یا نمیدونم مثلا با کیسه آوردن، با یه چیزی بالاخره اینا رو آوردن بیرون. اینجا چی نوشته؟ این special built elevator. پس ببین من جواب پیدا کردم. این special elevator. اصلا گزینه‌های بعدی هم دیگه نگاه نمی‌کنم چون میدونم غلطم. پیدا کردیم. حالا سوال آخر. How many days did the men spend in the mine؟ میریم کلمات کلیدی. How many days چند روز the men spend in the mine چند روز توی ماین بودن، توی معدن بودن. خب میری به این پاراگراف آخر یا پاراگراف حالا همون چیزم حتی نوشته. خب چند روز بودن؟ اگه یادتون باشه گفته بود چند روز بودن. میای اینجا پیدا میکنی. حالا اینجا یه ذره سوال یه جابجایی هم داشته، حالا اینجوری هم پیدا میشه که توی پاراگراف قبلی هستش ولی در اصولا باید به ترتیب باشه. حالا اینجا به ترتیب نیستش. It took 52 more days to save the men. خب حالا اینجا میاد میگه چند روز بودن و اینا. چی شما پیدا میکنید؟ یادتون هسته توی متن خونده بودیم. خب اینجا میگه چی؟ 22 52 یا 69 چند روز طول کشید؟ خب اینجا نوشته. ببین من پیدا کردم. ببین نکنید اینجا منو گیج کردش. هم بالا عدد 52 بود هم اینجا 69. ببین این سوال اینجوری هستش که آدم گیج میشه. یهو همون عدده هست، همین عدده هستش. خب چجوری کدومو باید بنویسم؟ میام کلمه کلیدیمو پیدا میکنم. اینجا نوشته spent. درست شد؟ spent 69. پس میبینید توی این سوالا خیلی سوالا اینجوری ممکنه تو گزینه ها باشه و شما گیج بشید. مثل الان که من یه لحظه گیج شدم اما با توجه به کلمه کلیدیم پیدا کردم 69. درست شد؟ پس این هم جواب دادم به سوالات مالتیپل کوئسشن. یه سری سوال اینجا هست که اون کلماتی که حالا بولد شدن با توجه به اون کلمات میخوام این سوالا رو جواب بدید. خیلی هم آسونه. 2 تا گزینه هست. حالا هر کدوم که فکر میکنید درسته رو باید جواب بدید. من چند روز آینده جواب این گزینه ها رو براتون میذارم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که خسته نشده باشید. یه کمی ویدیو طولانی شد چون باید کامل توضیح میدادم. نکات ریز خیلی زیاد داشت. ممنون از همراهیتون. ممنون میشم ویدیو رو اگر لذت بردید لایک کنید، نظرات، پیشنهادات و کامنتاتون رو بذارید مثل همیشه و اینکه ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستید. تا ویدیو بعدی فعلا.